من سازمت وطن که تنجی و وحدت ملی را نمیخواد دست بردارد کسی مقصد مصول سلاح است دیگر مقصد دیگر ندارم ملت نیست میشه دولت پارچه پارچه میشه افغانستان عین جنگش بود افغانستان بس بنابر برای همین گریزه ها یکون کس نرفت این مردی شیر مرد برفتی خودش برامده رفته همون پادشاهی افغانستان کری گوزنان کرد همین گریزه های برگشت بود